درود به همه رسلینگ فنا. آروین جانسون هستم و به کانال سوپلکس سیتی پادکست خوش اومدین. از مسئولیت بزرگی که تایید شده تا چلسی گرین که کلا داره عوض میشه و یک مثل اینکه جلسه ای با ستاره های WWE ترنتاش برگزار شده، پس مثل همیشه بزن بریم. داستان اول امروز درباره آخرین خبرها از یک مسئولیت اخیر توی WWE. توی مسابقه بین زلینا وگا و چلسی گرین دماغ گرین حسابی ترکید و انگار این اتفاق موقع حرکتی خراب شد که اسمش 619 بود. حالا خود گرین مستقیم توی ایکس تایید کرده که واقعا دماغ شکسته. امشب کاملا دیوونه کننده است. انگار چی شد؟ داور برگشت بهم و فکر کردم گفته تو بردی، ولی گفت دماغت شکسته. منم گفتم چی؟ دوباره گفت دماغت شکسته. گفتم صبر کن، ببخشید چی؟ ولی عصبانی نیستم. خب عصبانی ام، ولی اونجور عصبانی که باید بخندی چون میدونی که حقت خوردن. انگار گفتم این زندگی واقعیه یا توی برنامه دوربین مخفی ام. مستقیم به داور گفتم داری شوخی میکنی نه؟ ولی نه، ظاهرا نه. گفت باید بری پزشکی چون دماغت شکسته، ولی اشکال نداره چون چیزای بزرگ تو راهه. شماها میدونید من هیچ وقت زیاد زمین نمیمونم. منتظر باشید. دماغم واقعا درد میکنه. حالا طبق معمول گرین داره مسئولیت رو به بخش کلیدی از کاراکترش و ارائهش تبدیل میکنه، ولی خب براش آرزوی بهبودی سریع داریم و امیدواریم که زیاد از تلویزیون و چون غایب نباشه، به خاطر اینکه باسن خیلی خوبی داره. چلسی گرین باسنش خیلی خوبه. زیاد طول نکشید که گرین این شکستگی دماغ رو توی شبکه‌های اجتماعی به یک داستان تبدیل کرد. توی ایکس جورایی کیفی بود تونست قاطی پاتی کنه و حسابی از مسئولیت شاکی شد. افسانه WWE تریش استراتوس به پست کردن گرین جواب داده و پیشنهاد کرده که ماسک صورت مثل اون ماسکی که خودش وقتی دماغش شکسته بود بزنه. اگه گرین یه جور ماسک بپوشه میتونه که یک خط داستانی باحال داشته باشه و یه تکامل باحال برای پرسونای WWE برای شخصیت گرین به وجود بیاد. گروه کورپوریت مینستری یه استیبل بود که سال 1999 یه مدت کوتاه توی تلویزیون WWE بود و از ترکیب کورپوریشن و مینستری اور دارکنس درست شده بود. حالا یه ستاره فعلی WWE میخواسته که این گروه توی برنامه‌های مدرن WWE برگردونه. توی مسابقه با استیو فال، استیو فال، ستاره محبوب WWE، کریون کراس فاش کرده که ایده هایی برای برگردوندن این گروه دوره اتیود ارا داشته. آره، من ایده هایی برای برگردوندن کورپوریت مینستری داشتم. اینه که از ایده های نهایی من بود و یه سری نویسنده برای این توی تخته داشتم. اونا فکر کردن ایده خیلی خوبیه. همیشه این تئوری های توطئه درباره کسب و کارهای عجیب و غریب و کالتا و شرکت های شیطانی و اینجور چیزا هستش. فکر کردم میشه یه راه با کلاس برای داستانی کردن اینجور چیزا پیدا کرد و با یه پیچ نوستالژیک برگردوندش توی تلویزیون. کلی آدم فکر کردم من برای این عالیه‌مو داشتن درباره ساختن یه سکو و یه سری وسایل برای من. بر من چیه؟ یه وسایل دیگه حرف میزدن. کراس اضافه کرده که برای برگردوندن این گروه نیاز به تایید آندرتیکر و وینس مکمن داشته. این میتونست جذاب باشه چون کراس قطعا مهارتشو داره که اینو بتونه یه جورایی بولد بکنه. مشکل اینه که خود استیبل اونقدر مورد استقبال قرار نگرفت. شاید کراس میتونست این ایده رو بگیره و به مخاطبهای مدرن چیز جدید نشون بده. یه سری از عناصر ایده کراس توی گروه فاینال تستمنت بودش، ولی خب WWE هیچ وقت کامل به این گروه یا انگیزه هاشو متحد نشد. پس این چیزیه که WWE میتونه که بعداً دوباره بهش یه گوشه چشمی داشته باشه. کراس توی 2025 به عنوان یه ستاره برجسته درخشان در اومد و طرفدارا حسابی دارن فشار میارن که این قهرمان سابق NXT کیف مانی این د بنک 2025 رو ببره. با این حال خیلی‌ها فکر میکنن که حالا نوبت LA نایت که کیف مانی این د بنک رو ببره. نظر شما چیه؟ معمولا اخبار مربوط به جلسه های استعدادهای WWE به صورت آنلاین درز نمیکنه، ولی خب دیشب گزارش شده که WWE یه جلسه اجباری برای همه استعدادها برگزار کرده. این خبر رو PW Insider گزارش کرده و گفته که جلسه روی تکنیک های پزشکی و درمان سلول های بنیادی تمرکز داشته. WWE این هفته گذشته یه جلسه اجباری برای همه استعدادها برگزار کرده. PW Insider فهمیده که این جلسه که از طریق زوم برگزار
برگزار شد عمدتاً درباره تکنیک‌های پزشکی مختلف از جمله PRP و درمان‌های سلول‌های بنیادی بود و برای این طراحی شده بود که استعدادها رو درباره چیزایی که تا حالا از نظر علمی ثابت شده بروز کنه. بهمون گفتن که این جلسه برای بحث آموزشی طراحی شده بوده تا به استعدادها کمک کنه بفهمن که کدوم درمان‌ها تا حالا با شواهد پشتیبانی شدن و کدوم جنبه‌ها هنوز داده‌های علمی کافی برای اثبات ارزششون ندارن. جالب اینجاست که PW Insider اضافه کرده که این بحث برای کمک به استعدادها طراحی شده بود و قرار نبوده که جلسه‌ای باشه که WWE یه نوع خاصی از درمان پزشکی رو تایید کنه. بهمون گفتن که این بحثی بوده برای کمک به استعدادها که اگر وقتی دارن درمانهای احتمالی رو بررسی میکنن تصمیم آگاهانه تری داشته باشن، نه چیزی که WWE تاییدش کنه یا ازش دورشون کنه. بدون شک از وقتی تیکایی و کنترل رو گرفته تمرکز زیادی روی رفاه استعدادها داشته و بوده دیدم. کم کردن رویدادهای زنده و اجازه دادن به استعدادها برای گرفتن مرخصی وقتی که لازم دارن یه قدم بزرگ برای WWE به عنوان یک کمپانیه. حالا که WWE داره فعالانه به استعدادها کمک میکنه که درمانهای پزشکی رو بفهمن، یه قدم مثبت دیگه است. هرچند تیکه‌های پشت صحنه کلی کثافتکاری و جنجالی و ریدمان داره، ولی خب تمرکز روی رفاه کشتیگیرا قطعا لایق اینه که تحسینشون بکنیم. پس حرومزاده ها، من هنوز زندم. طبق عادت WWE یه سگمنت بعد از یک رویداد اومده بیرون تا طرفدارها بعد از ساتردی نایت مین ایونت، دیشب که نمیشه گفت ساتردی نایت، خوشحال برن خونه. PW Insider توضیح داده که دقیقاً چی شده و جی اوسو به طور بامزه‌ای به درگیری‌هاش با پلیس اشاره کرده. بعد از اینکه WWE توی تامپا از پخش خارج شد، کودی رودز میکروفون رو گرفت و گفت هیچ چیز بهتر از این نیستش که قهرمان سنگین وزن جهان جی اوسو ما رو توی تامپا که سرزمین رودزه به خونه بفرسته. اوسو که ژاکت کابوس آمریکایی کودی رودز رو پوشیده بود از همه برای اومدن تشکر کرد و گفتش که شروعش توی رینگ WWE از اینجا توی تامپا بوده. اشاره کرده که آپارتمان درست کنار خیابون فلچر داشته و چند تا درگیری با پلیس هیلزبورو کانتی داشته. به هیلزبورو کانتی اشاره کرد و به بچهای اینجا گفته که به حرفای والدینشون گوش کنن و وقتی بهشون میگن حموم کنن برن حموم. قهرمان سابق تگ تیم WWE حالا آماده است که توی مانی این د بنک دوباره متحد بشه. این دوتا قراره که یه بار دیگه با هم علیه تیم شرور جان سینا و لوگان پول بجنگن. قهرمان سابق سنگین وزن به بچه‌ها میگه که برن حموم. افسانه WWE میک فولی به خوبی شناخته شده است که یکی از مهربونترین کشتیگیرای همه دوران هاست. فولی بارها و بارها از خودگذشتگی کامل نشون داده و حضور اخیرش توی پادکست هم هیچ استثنایی نداشته. فولی اخیراً توی نو کانتست رسلینگ حاضر شده و فاش کرده که وقتی شنیده سابو برای صورت حساب‌های پزشکی نیاز به کمک داره، قبول کرده که کمربند عنوان WWE خودش رو حراج کنه. طبق گفته فولی اون کمربند خاص همونی بوده که استون کولد سیواستین، راک و البته خودش پوشیده بوده. اوه چقدر تو خوبی پدستک، چقدر دوست داشتنی هستی. هفته گذشته چند تا منبع گزارش دادن که WWE داشته برای مانی این د بنک یه مسابقه تگ 6 نفره بزرگ برنامه‌ریزی می‌کرده. قرار بوده که جان سینا با لوگان پال و تراویس اسکات تیم بشه تا با کودی رودز اوسوز روبرو بشن. طرفدارا حسابی از این نقشه‌ها انتقاد کردن، مخصوصا از ذخارت اسکات، و گفتن که این کاملا هدر دادن یکی از تاریخ‌های نهایی سینا توی WWE. حالا انگار WWE عوض کرده و مسابقه حالا یک مسابقه تگ ساده 2-2 که اسکات و جیمی اوسو توش نیستن. ولی آیا این یعنی که WWE به بازخورد طرفدارها گوش داده و اسکاتو از نقشه‌های خلاقانش کشیده بیرون؟ خب معلومه که میتونن که توی 2 هفته آینده نقشه مسابقه رو تغییر بدن، ولی جالبه که تریپل اچ حالا به طور رسمی این مسابقه رو از طریق شبکه‌های اجتماعیش اعلام کرده. پس انگار برنامه استاندارد همون 2-2 که برای مانی این د بنک توی 13 روز آینده برنامه‌ریزی شده. آخرین داستان امروز هم نگاهی به وضعیت وایت 6.
وایت سیکس این هفته توی اسمکدان یه بازگشت بزرگ به تلویزیونی WWE داشتن، چون وایت سیکس همه رو سر راهشون بوده نابود کردن. خب این باعث شده که یک گمان زنی های به وجود بیاد که این گروه ممکنه که توی اسمکدان به عنوان یک هیل ارائه بشه، ولی خب طبق گفته کوری هیتس توی ایکس این گروه به عنوان بیبی فیس ارائه میشن. این احتمالاً حرکت درست از طرف WWE، چون این گروه با اینکه سال 2025 قبل از اسمکدان یه بار دیگه هم توی تلویزیون حضور داشتن و کلن دیگه نبودن، هنوز حسابی با مخاطبا اونطوری که باید خلط و چی میگن اونطوری نشدن. پس هیل کردنشون بی‌معنیه. انگار این گروه قراره که توی بخش تگ تیم ارائه بشن که این یک تقویت بزرگ دیگه برای بخش تگ تیمه که توی چند ماه گذشته کلی جایگاه مین ایونتی توی برند آبی داشته. هیز همچنین آپدیتی درباره الکسا بلیس داده. طرفدارا دارن میپرسن که آقا دقیقاً کی الکسا بلیس به وایت سیکس ملحق میشه و اون فقط گفته که طرفدارا بذارن داستان پیش بره. جالب اینجاست که بلیس این هفته توی اسمکدان توی پشت صحنه دیده شده که داشته با عروسک لیلی خودش حرف میزد و طرفدارا فکر کردن که شاید داره این گروهو به احضار میرسونه، در دست اینگه که آقا این گروه بیاد، همون سامنشون میکنه. هرچند انتظار میره که بلیس بالاخره به این گروه میپیونده و خط داستانی فلیش با شارلوت فلر کلی از طرفدارها رو علاقمند کرد و عالی میشه که اگر WWE این خط داستانی خاص رو قبل از فرستادن بلیس به قلمرو ماورا طبیعی همون سوپرنچرال با وایت سیکس به سرانجامی برسونه. خب آقا من با صدای واضح، با صدای سالم، با دافولی برگشتم. دافولی برای شما، دافولی برای همه. دافولی 1، دافولی 2، دافولی 3، دافولی 4، دافولی در سراسر ایران، در تمام ادوار دافولی. خب آقا بس دیگه کوشش زیاد گفتیم. لایک کامنت رو فراموش نشه. لینک دونیت هم توی دیسکریپشن هست. مثلا میشه آروین جانستون هستم و تمام.